روز 19 ینور سال 2023 در زادگاهش جماعت 5 نویه جیهون شمس‌الدین قادری 47 ساله را دفن کردند. به قول نزدیکانش او 2 سال پیش در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر 14 سال زندانی شده بود، اما در جنگ اوکراین کشته شد. رامدین قادروف برادر شمس‌الدین قادروف روز 23 ینور به رادیو آزادی گفت او در شهر ولگراد روسیه ادای جزا میکرد و ماه سال 2022 به جنگ اوکراین برده شده است. رامدین قادروف گفت نمیدونند که این کار مجبوری صورت گرفته است یا اختیاری، اما برادرش امید داشت که او زود آزاد می شود. اول به پسرش گفته است که به جنگ می رود. ما خبردار شدیم، خواهش کردیم که نرود، گوش نکرد. گفت 6 ماه می جنگد و اگر زنده ماند آزاد خواهد شد. کشته شد. نقل کرده است رامدین قادروف. به قول برادرش شمس‌الدین قادروف روز 20 نوامبر سال 2022 هلاک شده. جسدش را تنها بعد 2 ماه از روسیه به تاجیکستان فرستادند. در سندها سبب رسمی مرگش را ضربه به پای نامیدند. تن برادرم درست بود اما از زانو پایان پایهایش نبودند. نقل کرده است رامدین قادروف. بنا به خبرها به جلب محبوسان برای اشتراک در جنگ روسیه evgeniy پریگوژن، یک صاحبکار نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و مؤسس شرکت خصوصی حربی واگنر مشغول است. پریگوژن که او را آشپز پوتین هم نام میبرند، محبس به محبس گشته به محبوسان وعده میدهد که در پی یک مدت جنگیدن از طرف روسیه به ضد اوکراین میتوانند به عفو و آزادی از ادامه ادای حکمشان نائل شوند. چند پیش او اعلام کرد که الکی 30 نفر از محبوسانی که در جنگ اوکراین اشتراک کرده و کارنمای نشان دادند عفو و آزاد شدند. در زندانهای روسیه بنا به آمار سال 2020 بیش از 7000 شهروند تاجیکستان هدای حکم می‌کردند. در مطبوعات درباره به صف نیروهای واگنر جلب شدن 10 محبوس تاجیکستانی از زندانهای روسیه نیز خبرها نشر می‌شوند. در 3 ماه آخر درباره کشته شدن دست کم 6 محبوس تاجیکستانی در جنگ اوکراین خبرها به دست رسیدند.